تا حالا به خودت فکر کردی اگه توی ماینکرافت یه بلوکو میکندی یه چیز دیگه میداد، یه چیز رندوم، مثلا درخت میکندی به دایموند میداد یا هر چیز رندوم دیگه ای، ولی امروز تو این ویدیو من یه قابلیتی به بازی اضافه کردم که این اتفاق افتاده. مثلا یه بلوک میکنیم یه چیز رندوم میده، حالا اون چیز میتونه هم خوب باشه هم میتونه بد باشه. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. جدید به ویدیو جدید همونجوری که توضیح دادم فهمیدید هر بلاکی رو بکنم چیز رندوم میده، حالا میتونه اون چیز خوب باشه میتونه بد باشه و با این تفاسیر ما هدفمون اینه که اندر دراگون رو بریم بکشیم، ببینیم با چیزایی که میده میتونیم اندر دراگون رو بکشیم یا که نه شکست میخوریم. اما مثلا نگاه میکنی ماد اسپان میکنه یا یه چیز خوب میده، حالا نمیدونم بذار چوب بکنیم که چوب لازمه. با ماشین چیه میدی؟ خب یه چیز درست حسابی میخوام. با فندک خوبه این لازم میشه. تبر، خب این چیزیه که لازمش داشته. اینا بابا اینا چیه میدی؟ حالا این من چیکار کنم اینو دقیقا؟ فرش کن بذار با عکسی که داده یکم چوب بکن. حاجی یعنی چی؟ بابا یه چیز درست حسابی بده بتونیم یه کاری بکنیم. بذار اصلا زمین رو بکنیم. دهنه تو سرویس. آقا غلط کردم. بمیر بیناموس بمیر. خب دیکمونش هم گرفته. حاجی اصلا زمین بذار بکنیم، بذار خاک بکنیم. خب آقا زامبی چرا اسپام میکنی؟ خب بابا من دهن تو نمیشه فوشم. ادب و رعایت کن، آرامش است. بذار یکم گاف بکشیم، غذاش لازم، گوشتش لازم. فرش کن بریم اون بالاتر. بریم بزنیم چیا داد تا اینجا به ما. خب طلا داد. به یه چی درست حسابی داد. خب بذار یکم دیگه چوب بکنیم. بنازم دایموند رو دیدم. خب شلوار که نه. خب آیرون هم داد، کفش آیرونی. خب حالا غذام داریم. بابا این چه باگی هستن؟ غذا رو بذار دم دستمون. خب به عجب چیزی. خب بذار چیز میخوام اگه بده یه دونه پیککس بذار درست کنم که چیز لازم دارم. میخوام باید برم چیز بکنم. اگه آیرون بده خیلی خوبه چون میخوام چیز درست کنم. یه دونه سد درست کنم. بنازم یه دونه سد درست کنم که بتونیم بریم چیز کنیم، بریم ندر. از اونجا حتی اگه بده وسالش که یه راست میریم اندر دراگون رو بکشیم دیگه. اگه نده مجبوریم بریم ندر، پورتال ندرمون درست کنیم. پس نیاز به باکت آب داریم. خب اینجا آقا محترم اینو بزن، اینو فعال میکنیم. خب این پیککسمون. خب اینو بذار دم دست. اینا رو ورده. بابا اینا چیه گذاشته دم دست ما؟ خدا وکیلی چرت و پرت چرا میدید آقا؟ خب داره شب میشه. باید بریم یه روستا پیدا کنیم، یه ویلیج لازم داریم. خب آقا نظرم ویلیج پیدا نمیشه. نظرمه که از ادیتور درخواست کنیم که ما رو در یک ویلیج ظاهر کنه. به نظرم بهترین کاره، باید درخواست کنیم از ادیتور. خب آقا بریم تو کارش. ادیتور عزیز لطفاً در یک روستا ما رو، یعنی یه روستا واسه ما، یه ویلیج واسه ما پیدا کن. 1 2 3. حاجی پشمام قدرت ادیتور را دست کم نگیرید. به در یک ویلیج زیبا اسپان شدیم. خب غذاشون لازم داره. غذاشون کجاست؟ بریم که اینا اینجاست. به غذاشون نیاز دارم بدجور.
خدای تو این وضعیت چرت و پرت اسپان نشه. بریم پیش آرم گالم. برو پیش آرم گالم. برو پیش آرم گالم. برو پیش آرم گالم تا نمردی. برو پیش آرم گالم. برو کثافت. نه آرم گالم. آقا تو آرم گالمی، بیا اینو بزن بکشش. بیا برو بزن دهنش سرویس کن. برو ماد اسپان نکن، تو رو خدا بلوک بده، هر چی میدی بده، فقط ماد اسپان نکن. کاغذ الان من میخوام چیکار کنم دقیقا؟ تو به من کاغذ دادی، پر دادی. اوه آقا تمام شد. نه نون نمیخوام. پوفیوز کم داده. ابسیدیان کم داده. نه وای اگه بیشتر بود خیلی خوب میشد. شطور نشست. حاجی پشما ماینکرافت داره عجیب میشه. چرا نه شطور اسپان شد نشست؟ چرا از اون موقع دارم میکنم تو داری فقط ماد اسپان میکنی؟ چرا یه 4 تا چیز خوب نمیدی؟ بی‌ناموس. ها جواب بده. بذار من اسپانم ست کنم اینجا. بذار که اگه مردیم دوباره من و ویلیجر تنها شدیم. خب آقا میشه پاشی؟ میخوام بخوابم. آقا محترم. بی‌ناموس پاشو میخوام بخوابم. بی‌ناموس. خب عالی. الان ما نیاز داریم که آیرم گالمو قتل عام کنیم. دارم البته میتونم اینجا آهن بپزم. مثلا چرا آیرم گالمو قتل عام کنیم؟ گناه داره تو هر ویدیویی که ما نباید این بدبختو بکشیم. ها همیشه همه چه من چه بقیه این آیرم گالم بدبختو همیشه میکشیم. شاکر باکسر رو بردارم توش همه آیتمام بریزم که اگه ترکید حداقل آیتمام به درک نره. ها دیگه یه همشون پخش و پلا نشه. یه شاکر باکس همه توشو. 12 تا دایمند دارم. پشما. بذار اینو من اول بکنم. شاکر با اینجا هم از اینام دارم ولی خب کمه. یه دونه عکس دایمندی لازم دارم. کفشم. کفش. اینا رو چه داد؟ اینا شاکر باکس کنده منو بهم داد. آقا شمشیرم داد. بنازم. خب فول ندرایت شدم اصلا. پشما. میخواستم فول دایمندی شم یه چیز خفن‌تر شد. نیاز داریم به یه دونه از اینا. چوب لازم دارم. ولش کن همینو میکنیم دیگه. وای اینجا کریپر اسپان بشه به خدا خیلی بد. میترسم کریپر اسپان بشه. فول دایمند. نه بمیر. آقای محترم قضایی این همه رو میزنه. ولش کن. وای عطا بفرما. چرا دارم الان میکنم؟ به خاطری که اگه بده به ما ابسیدین خیلی خوب. آقا یعنی چی خب چرا تختو من ور میدارم؟ چرت و پرت. رامونم عوض میکنیم. از این بالا میریم. خدا کنه که همین جاها یه دونه لاوا پول باشه. من معذرت میخوام آیرم گالم. کرم دارم. خب الان میدین تا کجا دنبالم میکنه؟ تا خودتون ندلم تا جا برم اندر دراگونم بکشم این میاد دنبال من. اندر دراگون اندر چیه؟ این میاد دنبال من. غذا حاجی بکنم غذاشون یا نه؟ نظرتونه. خب اگه اون مرد مومن اینا چیه میدی تو؟ دیدی گفتم این تا خودتون نه. ما همینا رو برداریم بریم. خداحافظ شما. اندر درا این بی‌ناموس ول نمیده ما رو. این تا نکشتم ولم نمیکنه. یه لاوا پیدا کردیم ولی لاوا پول نیست. خب پس به یه چیزی نیاز داریم. آب. که آب اونور هستش. دلبرم دلبر خانه خرابم کرد. دلبرم دلبر خانه خرابم کرد.
چشمش شکست اصلا این تیکر کات میکنم تو ویدیو. پورتالمون رو ساختیم اومدیم ندر. حالا نیاز آقا ناموسن چیت نزدم، باز نگین چیت به خدا گشتم چیت نزدم. آقا باور کن چیت نزدم. چی وای. آقا ناموسن اگه تا اینجا ویدیو نگاه میکنی تو رو خدا ناموسن سابسکرایب کن، کامنت بذار، لایک کن ویدیو رو، کامنت بذار هر چی کامنت میکنی کامنت کن، هر چی. اصلا نمیدونی چی کامنت کنی، بنویس کریپر بیناموس، اصلا بنویس کریپر، اصلا بنویس ساب کرد، اصلا کامنت، فقط بنویس کامنت. نه جدی کامنت بذار، بزن کامنت کن ساب کردم، کامنت. الان نیاز داریم یه، بذار اینجا رو نگاه کنم ببینم پیدا میشه. خب الان باید بریم از اینجا. خب اینا پیداشت. خب حالا چیزی برم تا اونجا؟ به نظرت از اینجا بپرم میمیرم؟ ما این تست کنیم. مردن که نمیمیرم مثلا به خاطر که این دستمه. خب ولی بسم الله الرحمن نه میمردم اگه اون دستم نمی بود. وای بالا. باید بریم بالا. خب هیچی هم ندارم. کامنت کن بدبخت، کامنت کن همین الان، کامنت کن بدبخت، چون واقعا بدبختم. نه تو ساب میکنی، نه لایک میکنی، نه کامنت میذاری. کامنت کن تو رو خدا، بچه خوبی هم هر رو ویدیو میذارم، کامنت کن. خب بریم بالا. چقدر دیگه مونده؟ خب بالا، ولی اینجا پر اسکلتونه. وای آقا ناموسن تو دیگه نه. برو بی ناموس دلقک، چی کار دارید میکنید؟ وای تو رو باید بزنم. وای تا اینجا ویدیو همراه ما بودیم، ریدیم دیگه، متاسفانه نشد بریم اندرگانه بکشیم. اگه تا اینجا ویدیو همراه من بودی حتما لایک کن، کامنت کن، سابسکرایب کن. تو رو خدا لایک کن، کامنت کن، سابسکرایب کن تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار. اگر از این ویدیو خوشتون نیومد میتونید ویدیو قبلی نگاه کنید، خیلی خفن بود، خیلی ویدیو خفنی، عکسش میاد رو صفحه، واقعا ویدیو باحالیه. خیلی خدا اساسا خدا